اما همینجوری دارن میان، نگاه کن تو رو خدا. ای بابا لبا چطوری گرفتن، چه خاکی بریزم تو سرم من. الو عظما، خجسته تویی؟ خجسته کیه؟ منم بشار الاسد. خدا بگم چی کارت نکنه، این چه قیافه یه درست کردی واسه خودت. هوا پسه، پس چی شد دارن میانا؟ چی شد؟ مگه عراقچی رو نفرستادم؟ بابا اون یابو رفته رستوران داره شاورما میخوره. من عراقچی نمیخوام، من پاسدار میخوام، لشکر میخوام. زرشک، پاسدارام که همه اونجا ترکیدن، لشکرم باشه طلبت. لشکرم کجا بود آخه؟ نمیبینی از لبنان تا سوریه آشولاش شده ها؟ بابا مدافع حرم بفرست، فاطمیون بفرست. مدافع حرم کجا بود؟ الان دیگه مدافع حمامه خودمم ندارم، چه برسه به مدافع حرم. باشه بابا اصلا نخواستیم. ببین اگه اینطوریه اینجا دیگه جای من نیست، یه جایی جور کن بیام تهران پیشه. مغز هر خوردی مگه؟ جام کجا بود؟ ندیدی مگه هر کی اومد اینجا ترکید؟ بابا اینجا نفوذ هست، نظام آب کشه، امنیت نیست. باشه من میرم سمت سیبری. فقط اگر خواستی بیای لباسی گرم با خودت بیار، میگن هوا خیلی سرد. الو بشار بننته سلامی، بیا منو بکش، خودکشی بهتر از این بلایی چه قرار سرم بیارن. ای داد ای هوا.